پیش از آغاز کردن درس امروزه لطفاً به کانال ابونه شوید، به نوار لایک کنید. برای بهتر کردن صفت درس و فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. جناب وقتا درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمون چنین است: The roots of education are bitter, but the fruits is sweet. by Aristotle. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: ریشه های آموزش تلخ است، اما میوهش شیرین است. سخن ارسطوطل. Write two sentences for each picture, one positive affirmative, one negative. برای هر رسم دو تا جمله نویسید، یک تا جمله مثبت، یک تا جمله منفی. در زیر هر رسم دو تا فعل است. یک فعل آن کاری است که در رسم نشان داده شده است و یک فعل عملی دیگر است و با اون فعل دیگر ما باید جمله منفی سازیم. در رسم یکم خیلی که میبینید طلبه نوشته ایستاده است و ما باید بگیم که طلبه عین حال نوشته ایستاده است، طلبه عین حال خواب نکرده ایستاده است و جمله های ما میشود: The student is not sleeping right now. طلبه عین حال خواب نکرده ایستاده است. The student is writing an essay. طلبه انشا نویسته ایستاده است. جمله دیگر walk راه رفتن، run دویدن. خیلی که میبینید در رسم بچه میدود. از این رو جمله های ما میشود: شهزاد is not walking. شهزاد راه نرفته ایستاده است. is running right now. وای عین حال دویده ایستاده است. رسم دیگر در رسم کتاب خوانده ایستاده است و جمله های ما میشود: Anna is reading a book about rockets. Anna درباره راکت ها کتاب خوانده ایستاده است. She isn't singing right now. وای عین حال سرود نخوانده ایستاده است. مثال دیگر cry فریاد کردن و گریه کردن، laugh خندیدن. The boy is crying. کودک و یا بچه گریه کرده ایستاده است. He is not laughing. وای نخندیده ایستاده است. جمله دیگر drink نوشیدن، eat خوردن. خیلی که میبینید خورده ایستاده است و جمله ما میشود: بهروز isn't drinking water. بهروز آب ننوشیده ایستاده است. He's eating pizza. وای پیزا خورده ایستاده است. جمله دیگر sit نشستن، play بازی کردن. I'm playing football. من فوتبال بازی کرده ایستادم. I'm not sitting. من ننشسته ایستادم. New words کلمه های نو: awake بیدار، daydream خیال، chalk بور، listen گوش کردن، watch تماشا کردن، news اخبار و یا خبرها، magazine روزنامه یا مجله، wire ناقل، describe توصیف کردن، affirmative positive مثبت، negative منفی، near نزدیک، far دور، hold داشتن، piece پاره و یا تیکه، people مردم، paper کاغذ، share پهن کردن، leader رهبر. در اینجا درس امروزه ما به پایان میرسد. لطفاً به نوار لایک کنید، فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید و از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً ما را پیگیری نمایید و منتظر درس های نو باشید. با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.